سلام دوستان، خوش آمدید به کانال بهارالعلوم. در زبان ترکی دوام خواهیم داد. موضوع امروزه ما قاعده های حرف ها می باشد. در درس گذشته ما تصنیف حرف ها رو گذاشتیم. اکنون تصنیف حرف ها رو در قاعده ها می بینیم و برای مثال گرفتنی باشیم. مثلا در کلمه پارک ده گفتن، یعنی در پارک گفتنی باشیم، این به پارکته تبدیل می یابد. یعنی سبب این تغییرات در چیست و از کجا به این خلاصه رسیدیم؟ یا اینکه کلمه arabamız یعنی ماشینمان به چه خاطر صداناک آخری آن ا بوده و ما مز ماندیم؟ مثلا چرا موز نماندیم، چرا میز نماندیم؟ گفته این قاعده ها رو میبینیم. این قاعده ها به دو گروه جدا میشن: قاعده های صداناک ها و قاعده های همصداها. اول قاعده های صداناک ها رو بینیم. قاعده های صداناک ها در اصل دو تا قاعده اساسی دارند. صداناک ها، قاعده اول صداناک ها هماهنگی بزرگ صداناک ها گفته نام گرفته شده است. این قاعده این رو میفهماند: اگر در هجای اولی کلمه در زبان ترکی صداناک قفس او داشته باشند، از درس پیشینه باشد، صداناک های بعدی نیز قفس می شوند. یعنی اگر صداناک اولی کلمه، هجای اولی کلمه خودی صداناک اولی کلمه می شود. صداناک اولی کلمه او باشند، صداناک های بعدی نیز باید از گروهی همین صداناک ها باید بیایند. یعنی ما مثلا یکم کلمه ده صداناک اولش یکی از اینا بوده و صداناک بعدی به غرض از اینا اومدگیشون را نباید بینیم در زبان ترکی. و این قاعده را قسم دومش این میگوید که اگر در هجای اولی کلمه در زبان ترکی صداناک تنک بیاید، یعنی ای او، صداناک های بعدی نیز تنک میشوند. یعنی همون قسم اول قاعده، لیکن با حرف های تنک، با صداناک های تنک. و نکته ای که باید در اینجا مورد نظر گرفت این است که پسوند هایی هم که با این کلمه ها پیوست می شوند از روی این قاعده دوام خواهند داد، یعنی آنها نیز این قاعده را عمل خواهند کرد. مثلا کلمه بابا با صداناک قفس شروع شد و صداناک های بعدی نیز قفس دوام کردند. یا اینکه کلمه دده با صداناک تنک شروع شد و صداناک های بعدی نیز تنک دوام کردند. اکنون کلمه اوتلیمیز رو بینیم. در اصل اوتلیمیز از روی قاعده دوام کرده ایستاده است، ولیکن صداناک اولی ما حرف آ، یعنی صداناک قفس می باشد، ولی صداناک های بعدی ما همش تنک شدن. این به این خاطر است که کلمه خودی اوتل کلمه ترکی از زبان ترکی گرفته شده نیست. این کلمه از دیگر زبان ها به زبان ترکی آمدند. پس در کلمه هایی که از زبان های دیگر به زبان ترکی می آیند، آنها استثنایی می باشند، کلمه های استثنایی می باشند. پرده بر قاعده دوم. قاعده دوم هماهنگی خردی صداناک ها نامیده می شود و این قاعده این چنین است: در زبان ترکی اگر صداناک اولی کلمه هموار باشد، یعنی ای او ای، دیگر صداناک ها نیز هموار می شوند. یعنی هموار برای چی میفتن؟ دهنمون راست می شد، دهنمون به شکل گریزانتر راست می شد، یعنی یعنی از بر کشیده می شود دهنمون. برای مثال کلمه بالک، یعنی بالک، یعنی در هر دو حالت، در هر دو صداناک دهن ما از کناره ها گشاد می شود. یا کلمه کدی یا کلمه سسیز. خب قسم دومی این قاعده این میگوید که اگر کلمه در هجای اول صداناکی گرد داشته باشد، یعنی صداناک های گرد ما آ او ای بودند داشته باشد، صداناک های بعدی صداناک های تنگ و گرد، یعنی صداناک هایی که در گروه تنگ و گرد داخل می شوند و این صداناک ها او و او می باشند. یعنی گفتیم که حرف های او و او
گرد هستند، برای که دهنمون گرد می شود، و تنگ به خاطر که دهنمون در هنگام تلفظ آنها تنگ می شود. یا هموار و واسع که این حرفها حرفای ا و ا می شوند. خب پردازیم به مثال ها. مثلا کلمه اودون یعنی هزوم. چون که میبینید کلمه با حرف آ شروع شد و حرف بعدی تنگ و گرد آمد یعنی حرف او. و کلمه kömür چون که میبینید صداناک بعدی آن تنگ و گرد آمد. یعنی که کلمه kürek چون که میبینید صداناک بعدی حرفی ا یعنی صداناک هموار و واسع. و برای مثال آخر کلمه ufak با حرف او شروع شد و صداناک‌های بعدی آن صداناک‌های هموار و واسع آمدند یعنی ا در این مثال. قاعده همصداها رو بینیم. قاعده همصداهای اولین قاعده همصدا قاعده سخت شوی میگویند یا که هماهنگی همصداها. خب این قاعده این چنین میگوید کلمه هایی که با همصداهای سخت به آخر میرسند یعنی پ چ ت ک ف ه س ش اگر پسوند با حرفهای ج د گ سرشونده گیرند، یعنی اگر پسوند گیرند که با حرفهای ج د گ سر می شوند، این حرف ها سخت شده به حرفهای چ ت ک مبدل می شوند. یعنی حرف ج به حرف چ، حرف د به حرف ت و حرف گ به حرف ک مبدل می شود. اینها نزدیکی همصدا یا سخت شوی می نامند. یعنی این خود این کار، خود این مبدل شوی، تبدیل شوی نزدیکی همصداها یعنی هماهنگی نزدیکی این همصداها یا سخت شوی می نامند. اکنون قبل از اینکه با مثال ها پردازیم کم ایستید و فکر کنید، برای اینکه ما این قاعده رو در درس های گذشته دیده بودیم و عباره داشتیم که برای ما از یاد کردن این قاعده را هیچ نباشد حرف های این قاعده را برایمان آسان میکرد. آیا این عباره را در یاد دارید؟ کسانی که عباره فستقچی شهاب را در یاد آوردند درست در یاد آوردند. عباره فستقچی شهاب همان عباره می باشد که ما در سخت شوی، قاعده سخت شوی یا اینکه در قاعده هماهنگی همصداها استفاده میکنیم. برای چی؟ برای که گفتیم تمام حرف های صداناک این عباره را اگر غلطانیم حرف های مونده شده با حرف های پ چ ت ک ف ه س و ش برابر می باشد. خب پردازیم به مثال ها. مثلا در کلمه جواب ده یعنی در جواب، جواب ده نمی شود، جواب ته می شود به خاطری که د پس از حرفی پ آمده است و ت تبدیل می شود و در اینجا پسوندمان ده بود. یا اینکه یتکدن باید می شد از جاگه گفته به خاطری که پسوندی دن پس از حرفی که آمده است، پسوندی دن به پسوندی تن تبدیل می یابد. یا اینکه کلمه رنگدن که به معنای از رنگ می باشد به خاطر اینکه پسوندی دن پس از حرفی که آمده است رنگ تن می شود، چنانکه که اینجا اشارت کرده ایم. پردازیم به قاعده دومی همصداها که نامش ملایم کنی همصداهای سخت می باشد. این قاعده می گوید که اگر کلمه با یکی از همصداهای پ چ ت ک به آخر رسد و پسوندی با صداناک سرشونده را گیرد، این همصداها متناسباً با ب ج د گ یومشک گ عوض می شوند. خب متناسباً یعنی در اینجا به این معنا آمده است که حرفی پ به ب، حرفی چ به ج، حرفی ت به د، حرفی ک به گ و در بعضی جاها به یومشک گ عوض می شود. خب پردازیم به مثال هایی که این قاعده را نشان می دهد برای ما. مثلا کلمه جواب یعنی باید جواب میشید ولیکن جواب شد. یا اینکه کلمه یتک
باید یتکو میشد ولی یتاو شد. یا که کلمه رنکی باید رنکی میشد لیکن رنگی شد از روی این قاعده. رحمت برای وقتتان. لایک مونید، آبونه شوید، زنگولش رو زیر کنید و مثل همیشه سلامت باشید.